سلام به همگی. خیلی خوش اومدین. این جلسه ای که میخوایم صحبت کنیم در واقع ام، یه موضوعی هست که من خودم خیلی جاها بهش بر میخورم. خیلی وقتا میبینم که بعضی مواقع واقعا باعث مشکل میشه توی تیم ها و کلا میخوایم صحبت بکنیم در مورد این که ما وقتی توی یه تیمی میریم، به خصوص موقعی که جدید هست اون تیم، اه، ببینیم چجوری باید کلا این مدیریت رو داشته باشیم که بتونیم خودمون رو بهتر نشون بدیم توی تیم و در نهایتش این که خود تیم پیشرفت بکنه. اه، به هر حال کلا وقتی که چند نفر دور هم جمع میشن، صرفا هم موضوع دیولوپری و اینا نیست. و اینکه عرض کنم همیشه این موضوعات هست. من به خصوص بعد از اینکه حالا از ایران اومدم بیرون، توی تیم‌های مختلف با حالا آدمای مختلف با از کشورهای مختلف کار کردم، این موضوع خیلی بیشتر خودشو واسه من نشون داد که واقعا بشه مدیریت کرد. ببین وقتی که مثلا ما تو ایران کار میکردیم، خب به هر حال همه از یه جنسیم، همه ایرانی هستیم، موضوع فرهنگ کاری ها رو میشناسیم. موضوع چه میدونم یه کسی اه، کاری نمیکنه یا کاری میکنه، ما میتونیم تا یه حدودی این موضوع رو درک بکنیم. ولی توی تیم‌های بزرگتر این باعث میشه که خیلی وقتا کار اونجوری که ما انتظار داریم پیش نمیره. دلیلش هم اینه که هر کسی ممکنه اخلاقیات خودشو داشته باشه، هر کسی ممکنه به هر حال فرهنگ کاری خودش یا اصلا تیم، از لحاظ حتی فنی بخوایم در موردش صحبت بکنیم، بالانسی وجود نداره که شما بگید یک مثلا 3 تا 4 تا 5 تا سنیور دیولپر هستن، 5 تا سنیور از لحاظ فنی مثلا توی یه سطح باشن. من خیلی کم دیدم واقعا، مگر اینکه مثلا توی تیم کوچیک که کلا مثلا 4 5 نفر باشن و حالا همدیگه رو میشناسن و تقریبا دانششون در یک سطحه. و اینکه خب موقعی که اینطوری میشه، یعنی مشکل به وجود میاد یا کانفلیکت میخوره، باید چی کار بکنیم؟ خب یعنی بیشتر سر صحبتمون اینه که ما تو این جور مواقع چه کنیم که نه خودمون ضربه ببینیم و نه تیم. یه نکته که خیلی مهمه اینه که آقا ما باید اینو بپذیریم. وقتی میگم بپذیریم، واقعا اینو باید با جون و دل به این ایمان داشته باشیم که آقا موضوع فردی نیست. موضوع این نیست که مثلا حالا من اومدم توی این تیم، میخوام یه حرکتی بزنم، یه چه میدونم زرنگ بازی در بیارم که در نهایتش من بشم حالا آدم خوبه، یا بشم مثلا بولد بشم تو اون تیم، بتونم چه میدونم مثلا افزایش حقوقی بگیرم یا ترفیعی بگیرم به قول خودمون. اینا یه چیزایی هست که اگر که هدف این باشه و فکرمون این باشه که مثلا بگیم ما همه ی کاری که داریم میکنیم دلیل اینه که برای افزایش حقوق باشه، اگر بکنیم خوبه چون به دردمون میخوره، و یه جایی هم که مثلا میگیم خب این به درد من نمیخوره انجامش ندم مثلا توی تیم. این میگم یه مواقعی هست که میگن آقا پشت ابر نمیمونه، حالا اه، نمیدونم یه بار دو بار سه بار در نهایتش تیم متوجه میشه. یعنی من این هم برای خودم پیش اومده، هم توی تیمای دیگه دیدم که طرف مثلا زرنگ بازی در می آورد دیگه، مثلا تا مدیرش اونجا بود کار میکرد، خیلی فعال بود، تا نبود مثلا ام، به قولی از زیر کار در میرفت یا کم می اومد یا مثلا کار نمیکرد. خب به هر حال تا یه حدی
میگفتیم خب این اوکیه، ولی بعدش دیدیم که این داره یعنی خودش رو نشون میده. چون ببین وقتی که موضوع میایید شما توی دیلی استنداپ صحبت میکنید، چقدر هی میخواید مثلا حرفای تقریبا تکراری بزنید. در نهایتش بعد از 1 ماه 2 ماه 3 ماه میگه که خب اون لید تیم هم به هر حال اون خیلی باهوشتر از این حرف هاست دیگه، اگر نبود که لید نمیشد. منتها میگم این موضوعات باعث میشه که در نهایتش ما یعنی همیشه به قولی استثنا وجود داره، ولی اکثر مواقع آدم بده میشیم اگر بخوایم از اون کارا بکنیم. یک چیز دیگه ای که مثلا ما یه نکته ای که هست، میگن مسئولیت پذیری توی تیم. خب توی تیم ما فرض کنید به هر حال اسکرام مستر داریم، حالا پروداکت اونر داریم، بک‌اند هست، تستر هست، موبایل هست. یعنی یک سطح‌های مختلفی از آدما وجود دارن که شما به عنوان یک بخشی از تیم میخواین یه پروژه رو ببرید جلو. این موضوع مسئولیت پذیریه اینه که اولا که مسئولیت پذیری به این معنی نیست که شما باید کارتون رو بی‌نقص انجام بدید. به این معنیه که شما میگید آقا من مسئولیت این کار رو قبول میکنم و شفاف میرید جلو. یعنی مثلا من میگم که این تسکه من اونرشیپش رو میگیرم و میرم حالا یا به قولی سرچ میکنم، میرم کارم رو انجام میدم. موضوع چه وقتی خیلی اهمیت پیدا میکنه؟ موقعی که شما میاید میگید که من فکر میکردم مثلا این تسکه رو مثلا من میتونم با این روش برم، ولی به هر دلیلی یه داستانی میخوره، یعنی نشده. میدونی یعنی اون پیش بینی اولیه شما نمیشد به هر دلیلی. حالا یا مثلا ما یه موقعی بهش برخوردیم این داستانو. مثلا ما از اژور فانکشن داشتیم استفاده میکردیم، صحبت اولش 2 سال پیشه، و اومدیم برای یه مدیا سرور میخواستیم بزنیم. خب به هر حال سولوشن آرکیتکچر ما گفتش که این رو از سرورلس استفاده بکنیم، بیایم اژور فانکشن بزنیم و فایل رو بهش میدادیم و کار میکرد دیگه. منتها این اژور فانکشن ما پشت یه گیتوی بود. اژور یه سرویسی داره به نام APIM API Management. این موضوعش اینه که یه رستریکشنی داره، یه لیمیتیشنی داره که نهایتاً پیلود تو میتونه 2 مگابایت باشه. خب ببین این چه تصمیم مثلا فاجعه‌ای میشد باشه دیگه. مثلا ما به پروژه رو رفتیم زدیم همش اژور فانکشن و خب به خاطر حالا سکیوریتی و اینا میبایست میرفت پشت API. منتها این خود خود سولوشن آرکیتکچر ما اومد توی جلسه و خیلی واضح و شفاف گفت که اینجا ما اشتباه کردیم به خاطر اینکه APIM یک لیمیتیشنی داره که نهایتاً ما فایل 2 مگابایتی میتونیم بفرستیم. خب به هر حال تیم اومد، حالا یه چالشی به خاطر زمانبندی و اینها به وجود اومد. منتها به خاطر اینکه اومد، یعنی وقتی که فهمید اومد گفت. خب یعنی شفاف اومد اعلام کرد و اشتباهش رو پذیرفت و اومد گفت. خب این 2 حالت داشت دیگه. یه حالتش این بود که میتونست بگه خب حالا 2 مگابایت، ما اون موقع مثلا فایلای اولیه‌مون در حد عکسای خیلی کوچیک بود، میگفتش میتونست اینجوری باشه که چیزی نگه، خودش رو مثلا از لحاظ به هر حال به قولی آرکیتکچر بود دیگه، یعنی اونجا یه حالا پوزیشنی و اینهایی داشت، یا و میتونست بگه اوکی این شاید تا 6 ماه دیگه هم داره کار میکنه.
ولی خب اومد شفافترش رو گفت. یعنی راه درست‌ترش اینه که من دارم الان در مورد مسئولیت پذیری حرف میزنم دیگه. گفتیم مسئولیت پذیری به معنای انجام بی‌نقص کار نیست. یکی از مهمترین چیزاش اینه که شفافیت داشته باشی. اگر که کاری رو نمیتونی، یعنی قبلش مسئولیتشو گرفتی، الان به هر دلیلی نمیشه یا دیر میخوای دلیور بکنی، باید بیای با تیم در میون بذاری و این کار رو باید زودتر انجام بدی. اون طرف هم اومد این کار رو انجام داد. شاید ما یه هفته 2 هفته دیلی داشتیم توی دلیوریمون، منتها فهمیدیم که آقا یه سولوشن دیگه ای باید براش پیدا بکنیم و تیم این رو پذیرفت به عنوان حالا یک اشتباهی. خب و این مسئولیت پذیریه خیلی این مهمه که تعریفش رو به نظرم باید درست جا بندازیم توی تیم که کسی در واقع ترسی نداشته باشه اگر که داره یه کاری انجام میده و به هر دلیلی مثلا یه اشتباهی میکنه، به هر حال آدمیه دیگه. دیولپر که یا دیولپر یا هر حالا پوزیشن دیگه قرار نیست که همه کارها رو بتونه به نحو حسن انجام بده. خب این یه نکته بود که من میخواستم این رو واقعا کلیر بکنم با همه. و تا اینجا سوالی چیزی هست دوستان؟ نکته‌ای چیزی دارید؟ بعدش هم ما آخرش من حالا یه سری نکات رو میگم، بعدش مثلا یه حالت شما تجربه‌ای دارید میتونید به اشتراک بذارید. ولی تا اینجا رو این صحبت‌ها اگر که نکته‌ای یا سوالی هست بگید. بفرمایید آقا حسین، آقای مولایی. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. ببینید یه نکته ای هست. من تو قسمت کارورزی اینو پیش اومده. اون تیم لید ما میگی که مثلا اگر فلان مشکل رو خوردید و مسئولیت باهاتون بود، حتی اگر نتونستید انجامش بدید، باید این رو بیاید پیاده سازی کنید و بعد بذاریدش حالا به اون صورت. و اینو میخواستم بپرسم ازتون چطوریه با این روشی که گفتیم مثلا این تسک انجام نشد، اومده مطرح کرده که حالا من نتونستم انجام بدم. حالا مثلا یه تیم 4 نفره به این صورت، این چطوری میشه؟ خب یه نکته‌ای که هست، حالا من تو کانتکست اون موضوع نیستم واقعا، شاید حالا توی اون تسکی که دستت بوده یا حالا توی تیم قرار بوده انجام بشه موضوعات مختلفی پیش میاد. منتها من حالا چیزی رو که خودم برداشت میکنم اینه: یه موقعی هست که یه سولوشنی هست، مثلا یه کسی شما یه روشی رو گفتن، این به قولی فیچر رو برید بزنید. خب حالا یا تیم لید تصمیم گرفته یا مثلا هر کسی دیگه ای. خب این نکته اینه که مثلا من میام پیاده سازی بکنم اون سولوشنی رو که به من دادن. خب سولوشن ها اکثرا شاید 70-80% تقریبا همیشه درسته. وقتی که میری توی دیتیل کار، اونجاست که برای مثلا این معمار نرم افزار یه سری دیتیل ها هست که شاید کسی ندونه یا کم بدونن. اونم مواقعی هست که موضوعات محدودیت ابزار هست. وگرنه همه میدونیم مثلا چه میدونم یه HTTP دیگه یه ریکوست میفرسته، یه ریسپانس میاد، اینجا لود بالانسر بذاریم، اینجا اسکیلش بکنیم و منتها وقتی که موضوع شما میگید من میخوام مثلا از RabbitMQ استفاده بکنم برای مثال، خب بعدش مثلا میرید جلو همه چی خوشحاله، بعدش مثلا شما یه چیزی رو میخونید مثلا میگید RabbitMQ چه میدونم یه لیمیتیشنی داره برای مموری مثلا، یا بیشتر از n تا مسیج نمیتونه بره. خب اینا یه موضوعی هست که مثلا این کار رو چیز نداره، این کار رو نگه نمیداره از انجام دادنش. باید ببینید چقدر این
در واقع کریتیکال هست. مثلا اون تسکی رو که انجام دادید، یعنی لیدتون گفته انجام بدید، شما میگید که خب این اصلا از بیس اشتباه این سولوشن. خب خب اگر که این واقعا هم باید اینو به هر حال با دلیل و مدرک بگید دیگه. یعنی دلیل و مدرک چیه؟ مثلا شما میرید از یه رفرنسی، یه داکیومنتی، میرید از حالا مثلا تکنولوژی مایکروسافت باشه، میرید از وبسایت مایکروسافت میگید که آقا اینجا مثلا نوشته که این لیمیتیشن انقدره. خب و این دیگه آفیشیال دیگه، طرف نمیتونه بگه نه شما دارید مثلا حالا این درست نیست حرف شما. میگید که آقا این من دارم روی به هر حال مدرک دارم میگم بهتون. حالا اگر که دیگه قبول نکنه که اون حالا خب به هر حال موضوع دیگه ایه که مثلا تیم لیده شاید واقعا نمیخواد بپذیره که اشتباه کرده، که این خب واقعا این یه مواقع استثناء هست که دو تا حالت داره. یا اینکه شما میگید باشه من میرم جلو، آخرشم یعنی باید اینو واقعا بگید. خب مثلا اگر فقط تیم لید که توی تیم شما نیست، یه کسی هم هست، یه حالا کسی که میاد مدیریت میکنه کارها رو، یا حالا یه حالت اسکرام مستری یا یه چیزی، که این رو شما بگید من نگرانیمو گفتم که این موضوع رو اگر برم جلو به همچین مشکلی میخوره. خب این یه راهشه. راه دیگه‌ش هم اینه که واقعا بعضی تیم‌ها قرار نیست که ما تا همیشه کار بکنیم توشون. راه دیگه‌ش هم اینه که خداحافظیه، که مثلا بگید که این تیم اگر من بمونم و کار بکنم توش، باعث میشه که من نه تنها از کارم لذت نبرم، باعث بشه که حتی پسرفتم بکنم توی مسیر شغلیم. حالا بگذریم، میگم همیشه استثنا هست، مثلا شاید یه کسی بگه نه من مجبورم کار بکنم به ان تا دلیل شخصی. خب این دیگه یه چیز دیگه یه که آدم نمیشه خورده بگیره به کسی. ولی میگم این فقط موضوعیه که بعضی وقتا میبینید لید واقعا آدم نیست که بپذیره اشتباهشو، و خب این جور آدما هم هستن. حالا امیدوارم جواب سوالت رو داده باشم تقریبا، چون سوالت یه مقداری میگم خیلی اسپسیفیک برای هر تیمی ممکنه چیز باشه. خب یه معمولا یه سری مشکلات همیشه توی تیم هست به دلایل مختلف. مثلا یه کسی میبینی که کارشو مثلا در دیدگاه شما این خیلی مرسومه دیگه. حالا من یه کامنتی هم توی خود همین گروه تلگرامون هم گذاشته بودم. مثلا فکر میکنیم که یکی دو تا از بچهای تیم کار نمیکنن، یا درست کار نمیکنن، یا کم کار میکنن، و برعکسش فکر میکنیم که ما خیلی کار میکنیم. فکر میکنیم که ما مثلا به هر حال داریم خیلی زحمت میکشیم، و این باعث اذیت شدن خودمون میشه. یعنی باعث میشه که تمرکز توی کار نداشته باشیم، باعث میشه که به هر حال اون وظایفمون رو درست انجام ندیم، چون همش داریم به این دید نگاه میکنیم که خب من آدم خوبه هستم، یا مثلا من 5 سال 10 سال تو این تیمم، یه کس دیگه اومده مثلا 1 سال اومده، یا مثلا داره حالا بهتر کار میکنه، یا داره چه میدونم کار نمیکنه. میدونی یه همچین کانفلیکت هایی رو دارم میگم که توی تیم همیشه که نه، ولی خب اکثر مواقع پیش میاد، چون آدم ها رو ما نمیشناسیم توی تیم وقتی تیم جدیده. خب این واقعا من خودم واقعیتش برای خودم پیش اومد این داستانه. بعد از اینکه حالا توی تیم انگلیسی اومدم، خب میدیدم یکی دو تا بچه ها مثلا واقعا درست کار نمیکنن به نظر خودم ها. ولی بعدش یواش یواش خب به یه چیزایی پی بردم که دیدم من شاید درستم نمیگفتم کاملا، و خب دلایل مختلفی رو داره. دلایلش میتونه مثلا اون طرفی که مثلا یه تسکی رو 2 روز 3 روز به طول یعنی طولش میده،
و واسه من اون تسک شاید 2 ساعت زمان بگیره بزنمش. خب من دارم نگاه میکنم میگم که خب این تسک واقعا خیلی کاری نداره، اون چرا اینقدر داره زمان میذاره روش. به این دقت بکنی که مثلا به قولی هر دوتا سنیور هستن و به احتمال زیاد شاید حقوقشون هم یکی باشه یا هر چیز دیگه. خب این باعث میشه که مثلا اذیت بشه آدم، ولی باید به یه سری چیزها واقعا دقت بکنیم. یکی این که باید اون طرف واقعا توی اون حالا تسکی رو که شما میتونی توی 2 ساعت انجام بدی، اون توی این زمینه واقعا ضعف داشته باشه. یعنی اینو باید بپذیر آدم. انقدر این حالا اه، حوزه نرم افزار اینقدر گستردگی داره، شاید بعضیا مثلا به هر حال شرکت‌ها تجربیات متفاوته دیگه. ممکنه تو اون حوزه‌ای که شما کار کردین اون کار نکرده باشه و این جنس تسک، جنس کار چیزی نباشه که اون باهاش راحت باشه انجام دادنش. خب این یکی از چیزهایی که باید بهش فکر بکنیم. دو این که شاید طرف اصلا ندونسته یا نفهمیده اصلا این تسک چیه. خب و برای همینه که داره سردرگمه توی انجام دادن کارش. این خیلی پیش میاد، چون بعضیا میبینی که سوال نمیپرسن و همینجوری میرن برای خودشون فرض میکنن. من همیشه میگم واقعا فرض کردن یکی از بلایای دیولوپر هست. کلاً هیچ چیز رو بچه‌ها سعی کنید که توی انجام دادن کار فرض رو نگیرید مثلا من فکر کردم اینجوری درسته در نتیجه میرم انجام میدم. سعی کنید همیشه واضح بپرسید. اگر که یه چیزی براتون حتی مثلا 90% شما مطمئنی ولی 10% هنوز شک دارید، بپرسید. حالا از کسی که داره تسکو به شما میده، یا حالا لیدتون، یا حالا یه چه میدونم مدیر پروژه چیزی. چرا؟ چون در نهایتش اگر که 1% هم شما متوجه نشده باشید درست اون ریکوایرمنت ها رو، شما میشید در واقع اون آدمی که نتونسته کار رو برسونه. من اینو خیلی میبینم، مثلا طرف میاد میگه که آقا دان مثلا تموم شده این تسک، بعد تستر میره تست میکنه میگه که خب اصلا این که این سناریو پس نمیشه، این پس نمیشه، اون نمیره. و برای همین ما تو شرکت ها کلا این چیزی داریم به نام DOD Definition of Done. خب مثلا میگن آقا تعریف از یک تسکی رو شما میگید دان به چه معنی هست. شما باید مثلا کدت رو اول بار خودت کامل تست کرده باشی، باید یونیت تست و اینتگریشن تست رو داشته باشی و مثلا به قولی QA تست کرده باشه و در نهایت شما میتونی بگی آقا اوکی من این تسک رو دان کردم. یه نکته دیگه هم در مورد حالا اون کسی که مثلا ما فکر میکنیم کار نمیکنه، ممکنه شاید مشکل شخصی داشته باشه. مثلا این رو باید بهش فکر کرد. مثلا طرف به هر دلیلی میبینیم که یک مشکلی داشته تو این چند روزه نتونسته کار بکنه و این یعنی میخوام بگم که همیشه ما آدم ها رو در حالت 100% نبینیم. مثلا فکر کنیم من الان مثلا الان امروز 100% هم هیچ مشکلی ندارم، میتونم وقتمو بذارم. ممکنه طرف به هر دلیلی مشکل شخصی داشته باشه و نتونه واقعا روی اون تسکه وقت بذاره و در نتیجه بیشتر طول کشیده. خب خب حالا ما فرض رو بر این میگیریم که این داریم خودخوری میکنیم. مثلا میگیم که این داستان این طرف کار نمیکنه، من بیشتر کار میکنم و با چی کار بکنیم. خب بهترین راه اینه که بری با اون طرف صحبت بکنی خیلی واضح، مثلا واقعا خیلی مؤدبانه برید باش صحبت بکنید و بگید که مثلا اوکی این چه میدونم تسکه مثلا طول کشیده، اگر کمکی از دست من برمیاد میتونم کمک بکنم چون من کار کردم و
این میشه چی؟ میشه در واقع اشتراک گذاری دانش که خیلی خیلی مهمه توی تیم. و اینکه نکته بعدی هم مثلا چیکار میشه کرد؟ بگیم که آقا اگر که مثلا تو داری میگی که چی بهش میگن، بازخورد سازنده باید بدی، در واقع اون فیدبکی که به طرف میدی، میگی که مثلا یا حالا مثلا تو کارشو دیدی اشتباهه، خب میگی که این کار اشتباه، راه درست اینه. کلا سعی کنید بچه‌ها سرزنش نکنی، سرزنش خالی حالا اگر که میخواییدم بکنید. این نباشه که بیاید بگید خب چرا این کارا اینجوریه، این به درد نمیخوره، این بد پرکتیسه، این فلانه، این بهمانه. همیشه به هر حال توی تیم هستیم دیگه. خب این نیست که مثلا ما یه چیزی رو بگیم طرف ناراحت بشود، فکر بکنه که آدم خیلی به درد بخوری نیست و بعدم تموم بشه. خب این هفته دیگه هم ما دوباره فرداش هم فیس تو فیس میشیم، پس فرداش هم همینه، چون به هر حال توی یه تیم داریم کار میکنیم دیگه. کار درست اینه که شما اگر هم مثلا قراره که یه فیدبکی بدیم، بگیم که مثلا اینجا کار رو اشتباه رفتی، این راه درستشه. خب یعنی این با این ترفند طرف باعث میشه که بگه که ایول مثلا سعید اومد مشکل من رو گفت، راه حلش هم گفت. خب این باعث میشه که اون هم پیشرفت بکنه و در نهایتش اه، در واقع تیم بالا بره. عرض کنم که چیز دیگه ایرم که میخواستم بگم، ببین حالا کلا تایتل این جلسه کار تیمی به دنبال قهرمان سازی نیست، حالا کلیاتی که گفتیم در راستای همونه. خب و این قهرمان سازیه متاسفانه یک چیزیه که ما میریم تو یک تیمی، بعضیا فکر میکنن که ما باید چی بهش میگن، راپله بشن بقیه، یه نردبونی بشن که ما بتونیم خودمون رو بکشیم بالا، نه تیم رو. که این میشه دوباره همون داستان منافع شخصی. اه، اه، بعضی آدما به هر حال اولویتشون منافع تیم نیست، منافع شخصیه. خب این واقعا این خیلی بده و یه آفتیه که هر تیمی هم ممکنه دوچارش بشه دیگه. و اینکه مثلا ما فکر بکنیم از بقیه استفاده بکنیم یا خودمون رو یه جوری ببریم بالا که در نهایتش ما عزیز تیم لید بشیم، یا یه کاری بکنیم که در نهایتش بگیم اوکی من این کارا رو کردم، حالا باید به من ترفیع بدن یا افزایش حقوق بدن و اینها. این همش یک سری واقعا چیزاییه که آفت دیولوپره. یعنی میگم این در دراز مدت باعث میشه که یواش یواش این موضوعات همه بفهمن که آقا آره واقعا امید جان اینا گفتن که راکستار نباشی. و اینجا ببینم مکسین واقعا همینه، واقعا همینه. ببین الان مثلا من توی یه تیمی بودم، اصلا کلا میگن وقتی که کد میزنی فکر نکن خیلی باهوشی، چون وقتی اینجوری فکر بکنی یه کدی میزنی که هیچکی نمیتونه بخونتش. و دیدید بعضیا دیگه خیلی پیچیده کد میزنن، مثلا 1000 تا ابسترکشن و فلان و فلان، و خب این باعث میشه که دردسرش برای بقیه است. این موضوع فقط باعث میشه که موضوعی که واقعا باید بهش فکر بکنیم. خب عرض کنم که من همیشه یه چیزی رو می‌نویسم رو حالا چیز خودم که من میگم که من ساده فکر میکنم و ساده کد میزنم. ولی سادگیه به معنای ساده لوحی نیست. حالا انگلیسیش میشه naive. I think simple but not naive. این نکته ایه که مثلا
توی کد زدن خیلی میتونه کمک بکنه. حالا برگردیم به موضوع تیم که آقا ما قرار نیست که بشیم نجات دهنده تیم به تنهایی. خب بعضی وقتا این موضوع هست، بعضی وقتا مثلا توی معمولا برای باگ فیکس این خیلی خودشون نشون میده. میبینی که مثلا توی باگ فیکس توی پروداکشن شما دیپلوی کردی، یهو یه باگ بدی میخوری، ممکنه یه کسی حالا با توجه به تجربه یا هر چیز دیگه ای میاد و سریع میگه آقا این راه بریم حله. خب این به هر حال این درسته، این میتونه کمک بکنه به تیم، ولی اینکه در جریان دیولپمنت و اینها بخوایم این کار رو انجام بدیم و دیدمون این باشه که مثلا من همه کارام در راستای بولد کردن خودم باشه، فقط ضربه میزنه به تیم متاسفانه. خب این موضوع مسئولیت پذیری هم که اول صحبتمون گفتیم، موضوع شفاف بودنه بود که آقا اگر که جایی چیزی من فکر نمی کنم بتونم بزنم بیام بگم واقعا، این نباشه که بپیچونم یا بگم ولش کن هر موقع مثلا صداش در اومد بعد میریم فیکس میکنیم. این خیلی موضوع مهمی هست و بعدم توی تیم میگم باید همه به این چیز باشن که کمک بکنن. خب چون در نهایتش یه کسی که مثلا وقتی شما یه تیم 4-5 نفره هستی، این تیم 4-5 نفره در نهایتش به یک، حالا یه تیم لید داری شما، بعدش یه حالا مدیری داره، اون مدیره یه مدیر دیگه ای داره، شما رو از بیرون نگاه میکنن، فردی نگاه نمیکنن. مثلا شما به صورت کلی اگر که دلیوریتون خوب باشه، تایمتون مثلا یه پلنی میکنن بتونید دلیور بکنید، میشید تیم خوب. نمیگن که اوکی این دلیوری مثلا تیم A مثلا 10 نفر توش کار میکنه، دلیوریش خوب نیست، ولی مثلا آقای X خیلی خوبه. این رو خیلی کم پیش میاد که پذیرفته بشه توسط حالا اون مدیر یا حالا هر کسی دیگه، چون اگر که یه کسی خوب باشه باید کمک بکنه به بقیه که بتونن این خوبی رو واقعا بقیه هم داشته باشن. در نهایتش من حالا دیگه به قولی یه تایمی رو بذاریم که بقیه هم تجربیاتشون رو بگن. به نظر من مسئولیت پذیری خیلی مهمه. مسئولیت پذیری که توی تیم شما باید بگید که من این مسئولیت رو قبول میکنم، میرم انجامش میدم، ولی به این معنی نیست که 100% درست هستم. ممکنه که موضوعی هم باشه میام شفاف این رو میگم. دو، موضوع نالج شیرینگ هست که آقا توی تیم اگر که یه کسی هم کارش ضعیفتر باشه، ما نباید مستقیم بریم حالا به این تیم لید بگیم که آقا فلانی بلد نیست کار بکنه، فلانی مثلا کارش طول میکشه یا اینجور چیزها. اولش باید سعی بکنیم که شیر بکنیم، به قولی کمک بکنیم اگر که میتونید کمک بکنید که اون هم سطحش بیاد بالاتر، چون در نهایتش همه با هم رشد میکنن. و من یعنی دارم یه کتاب میخونم به عنوان 7 عادت، خیلی وقتی هم هست ولی خب خیلی وقت نمیکنم بخونم ولی طول کشیده. 7 عادت آدم‌های بسیار مؤثر، بسیار موفق. یکیشون اینه که پرواکتیو باید باشه آدم. این پرواکتیو بودنه هم به شخص برمیگرده هم به تیم. این پرواکتیو بودنه میگه چی؟ میگه که مثلا اگر شما یکی این که اولیش اینه که همیشه برگردید به خودتون، یعنی روی چیزهایی تمرکز بکنید که در کنترل شما هستن. خب حالا خیلی دقیقش اینجوریه، یا اوکی من اگر که توی تیم دارم کار میکنم، اول بار باید روی خودم کار بکنم که بتونم به بقیه کمک بکنم. خودت کار کردن یعنی چی؟ یعنی همش هم که به هر حال تکنیکال اسکیل نیست دیگه، سافت اسکیل هم باید رو خودتون کار بکنید. کمک کردن به بقیه یکی از واقعا چیزهای خیلی مهمه. و این اگر که رو خودمون تمرکز کنیم، مطمئناً در مجموع اون تیم، یعنی اگر همه پرواکتیو باشن، اون تیم میشه یه تیم پرواکتیو و واقعا اون دلیوریه خیلی کمک میکنه.
و من حالا شروع بکنم. تجربه هر کسی میتونه تجربهشو شیر بکنه. من گفتم یه تجربه که من داشتم و اشتباه هم میکردم این بود که فکر میکردم یکی از بچه‌ها درست کار نمیکنه، ولی خب به مثلا به تیم لید و اینا نگفتم، چون توی مثلا تیم جدید بودم نمیشناختم طرفو. بعد یواش یواش مثلا با هم دیگه به هر حال تسک مشترک داشتیم و صحبت کردم باهاش. هی که بیشتر صحبت میکردیم، پیر پروگرامینگ میکردیم و اینها، خب میدیدم مثلا واقعا توی جاهایی خب اون اسکیلر رو نداره واقعا. و این خب به هر حال آدمیه دیگه، تقصیری هم شما نمیتونید مثلا انتظار داشته باشی که همه چه میدونم علامه در باشن که. و بعد که مثلا صحبت میکردیم میدیدم که خیلی ولی دنبال اینه که ارتقا بده خودش رو. خب این باعث شد که من واقعا خودم بهش کمک بکنم، بهش مثلا منابع بدم، بگم بره اینو بخونه، این کتابه رو بخونه. و واقعا بعد از یکی دو ماه دیدم که خیلی بهبود پیدا کرده. و میگم یعنی قضاوت کردن توی تیم خیلی باید جلوشو بگیریم. یعنی این قضاوت کردنه باعث میشه که ما دیگه یه مایندستی رو میگیریم واسه خودمون در مورد یه شخصی، میگیم که آقا این مثلا فلانه. این قضاوت کردنه باعث میشه توی حتی دراز مدت هم حتی روی کیفیت کار خودمون رو هم تاثیر بذاره، چون معمولا آدمایی که زیاد قضاوت میکنن فکر میکنن خودشون خیلی خوبن و این باعث پسرفت خود اون طرف هم میشه. میدونی؟ و سعی بکنیم که میگم اول به خودمون نگاه بکنیم. خب بچه من الان یه تایمی رو بذاریم، اگر کسی تجربه‌ای داره بگه توی کار تیمی، و اینکه اگر نکته‌ای هست مثلا توی تجربیات قبلیتون اینجوری بوده که مثلا کانفلیکتی بخورین توی تیم، یا موضوعی پیش افتاده اتفاق افتاده باشه که شما مدیریت کرده باشین، بگید. حالا دیگه به هر حال تجربیات دیگه گذشته، حالا خوب یا بد به هر حال میتونه برای بچه‌ها مفید باشه. خب خجالت نکشید بگید. آره. الان دوربینا هم به هر حال خاموشه، راحت باشین هر کسی. من رو بیام روشن میکنم. امید جان آقا ما خیلی ارادت داریم. ما مخلصیم. خدا ما وکیلی. مخلصیم. اوکی. خب آقا این کسی واقعا تجربه نداری؟ یعنی الان آقا سوال اینه اصلا توی تیم کار میکنید یا همه شخصیه کار کردنتون در حال ببین حاضر؟ من اگه ازم بخوای بپرسی خب من مثل خودتم، من فقط از اشتباهاتم یاد گرفتم. آره. اگه بخوام اشتباه آخرمو بگم که 5 سال طول کشید، بذار خیلی راحت بگم. من به خاطر اینکه راکستار بودم، خب یعنی توی شرکتی اومدم به عنوان اصلا یه منپاوری اومدم، استخدامم کردن، چیزم کردن، بهم گفتم بیا استخدامت میکنیم نگرت میداریم. من اونجا شده بودم راکستار دیگه، کل سیستم رو میشناختم. به خاطر اینکه یه خودت همه چی میومد دست من سریعتر پیش میرفت. آره 3-4 تا بودیم که قدیمی بودیم اینجا، مثلا 5-6 سال اونجا بودیم. من آخر سر به خاطر اینکه این چی میگن پرواکتیو بودنم یا راکستار بودنم مانع چیز میشد، پیشرفت بقیه میشد. من تکلید اون تیم بودم، از اون تیم در اومدم و اون شرکت کلا در اومدم، چون من داشتم فقط ضربه میزدم به بقیه. آره. و یکی از چیزایی که باعث شد من اینو بفهمم اینه که من یک بچه‌ها قضاوت نکنید، با همکاراتون حرف بزنید، بگید بهشون خیلی رک بگید من احساس میکنم تو کار نمیکنی. اون خودش توضیح میده واسه هیچکی اینجا از کسی خورده برده نداره. این خیلی مهمه. یکی از دلایلی که من فهمیدم هر کس داره میاد اینجا چجوریه همین بود که به مدت چندین سال من هی با همه حرف میزدم و هی نفرای تیمم عوض میشدن، جدید میگرفتم، یکی قدیمی بود میرفت و فهمیدم مشکل اونجا منم آخر سر. با اینکه رئیسم میخواست نگرم داره، هر کاری میخواست بکنه، تنها راهش این بود که من اون تیم بیان بیرون
تو اون شرکتم گفتم تو اینکه دارم مثل ایران شد دیگه. وقتی گفتم من شهرستان بودم، کاربار خوب نبود، من خوزستانیم. بعد گفتم برم تهران، گفتم چرا برم تهران، بذار برم اروپا. گفتم با یه چیه 3 تا نشون بذارم به جای اینکه 2 تا نشون بزنم. دیگه اومدم اینجا و آقا عالی. من خودم هم خوزستانی ام حاجی. عزیز دل، برای همین دوست دارم. ما یه ما خوزستانی آقا راسیستیم. نه شده میکنم و در مورد کلا این من شیرازی ها خیلی دوست دارم، اصفهانی ها رو خیلی من دوست دارم. کلی دوست شیرازی دارم. عالی ان عالی. ببین نوید جان خیلی ارادت داریم شما خوزستانی هستی. ببین حالا این نکته خیلی واقعا مهمه. خب این موضوعی که من در واقع هیرو تیمم، خب مثلا این قهرمان بودنه خیلی جاها ضربه میزنه، چون باعث میشه مثلا مدیر هم ببین اون مدیره دنبال اینه که به هر حال تسک برسه دیگه، میگه من بدم مثلا به امید تو 2 ساعت جمع بشه بره دیگه. این مدیر اصلا دلش برای هیچ کی نمیسوزه. مدیر میخواد بره جلو. مدیر ببین وقتی شما مدیر میشی 2 تا مسئولیت داری، شرکت رو ببینی و نفرات رو ببینی. وقتی تکلیدی تکنیک رو میبینی و نفرات رو میبینی. وقتی دیولوپری فقط خودتو میبینی و کدتو میبینی. من الان آرشیتکتم، من دقیقاً باید بیزینس رو ببینم و بین بیزینس و آدما بگم حالا کی ناراحت شه. میدونی چی میگم؟ تصمیمایی که میگیم باید اسیوم کنیم، یعنی چی میگن، باید قبول کنیم که آقا اینجا یکی بهت فوش میده دیگه، یا بالا یا پروداکت بهت فوش میدن یا تیم بهت فوش میده، یکی رو باید بخری دیگه. ما هم شکلات بس نمی‌کنیم دیگه، یکی فوش میده اون دیگه، ما اونجا نیستیم شکلات بدیم. این خیلی چی میگن، نمیگم مهمه، اما این یه چیزی داشتی میگفتی انگلیسی شما میگیم ترید آف. بعد ببین من یه چیزی میخواین سابقه کار منو بدونید؟ بفرما. من 25 سال کد میزنم، من 13 سالگی کد میزنم، اما میدونی من چند سال سابقه حرفه‌ای دارم. فقط ایرانی‌ها میخوام، اولین باریه که میخوام بگم، فقط دوستای نزدیکم میدونن. من تا وقتی اومدم فرانسه تو شرکت برنامه‌نویسی کار نمیکردم، اما شب و روزم کد میزدم. یعنی من حتی کار دیگه ای میکردم، کارم با کامپیوتر بود، کارم تو صنعت بود، خب تو آیتی صنعت بودم. بعد اما کلا پروژه میفروختم، یعنی پروژه شخصی داشتم مینوشتم میفروختم، کدینگو هیچ وقت ول نکردم. وقتی اومدم اینجا دیدم که من آپ تو دیت نیستم، اما یه چیزایی خوب میفهمیدم، چون من وقتی داشتم کامپیوتر کار میکردم من خیلی برنامه‌نویس میبینم که حتی نگاه نمیکنن که اون ریکوئستی که دارن میزنن چقدر سی پی یو میسوزونه، چقدر مموری میخوره. این خیلی بده. و واسه ایرانی‌ها بدتره. من از این اروپایی‌ها توقع ندارم راستیاتش. میدونی چی بخوام بگم دیگه، فتوشون بودیم. به بچه ما مهندس تریم، یعنی ما مهندسی رو یه جور دیگه یاد گرفتیم. ما وقتی بهمون میگن 1 و 2 نقطه 1 و 2 و نقطه 3 و 4 بیا فاصله‌شو حساب کن، ما یه فرمول ریاضی داریم درش بیاریم. اینا ندارن، اینا میان خطکش میذارن بین اون 2 تا نقطه. بعد حالا بگذاریم، ما نمیخوام اذیتشون کنم، دارم توشون زندگی میکنم. نه خیلی این میگم واقعا الان واقعیتش من هنوزم میگم مثلا توی ایران ما واقعا خیلی خوب کار میکردیم، یعنی این موضوع درسته کاملا که مهندسیه رو ما خیلی حالا به دلیل محدودیت ها به هر دلیلی که هست خدایی خیلی کار قوی تری انجام میدیم. منتها اینجا به هر حال خیلی ها الان البته خوبم زیاد دارن ها، ولی به هر حال میگم خیلی هاشون خیلی اونجوری دل به کار نمیدن. مثلا طرف میاد مثلا ساعت چه میدونم 9 میاد 5 یعنی 50 دقیقه نمیشه خاموش میکنه میره، اصلا به این چیزا خیلی اهمیتی نمیدن. قبول دارم. آره. و خیلی سر وقت میان سر وقت میرن. ببین اینا
ماها با یه عشقی رفتیم درس خوندیم فلان شدیم بهمان شدیم، یعنی جون کندیم از نمیدونم چه میدونم از دبیرستان دنبال این بودیم چه شغلی رو میخوایم انتخاب کنیم و اینا اینجوری نیستن. اینا زندگیشونو میکنن راحت، میان بالا به یه سنی میرسن یه دوره کارآموزی میرن بعد میشن برنامه‌نویس. برای همینه من با احترام به همه، من سافر ببین من دیولپر و چی میگم برنامه نویس سافر دیولپر و سافر انجینیر رو از هم کاملا جدا میکنم. بله من ایرانی‌ها رو بیشتر سافر انجینیر میبینم، کسایی که من فکر کنم تو ایران زیاد سی شارپ کار میکنن هنوز. خب من الان 7 سال دیگه دات نت کار نمیکنم، چون تکنولوژی دیگه کار میکنم، پایتون میزنم، تایپ اسکریپت میزنم و اینا. اما من یه چیزی که تو ایرانیا میبینم اینتایتی فریم ورکه. ببین من خیلی دلم میسوزه وقتی یه ایرانی میاد تو تیمم و بهش میگم خب کوئریت خوب کار نمیکنه، نمیتونه پروفایل کنه، این حیفه. شما برنامه نویسین، شما لاجیکو میفهمین اما تولینگو یعنی دنبال تولینگ حتما برید. نمیگم نمیرید همتون، نمیخوام جنرال کنم چون من زیاد تجربه تو ایران نداشتم راستیتش، نمیتونم بگم ایرانی‌ها برنامه‌نویساشون چجوریه. اما دوستاییم که با من تو دانشگاه بودن و رفتن تو شهرهای بزرگ و یا از شهری که خودم بودن رفتن تو شرکتایی که کار پیدا کردن. و من یکی از مشکلاتم راستش رو بهتون بگم، من چرا رفتم تو صنعت؟ چون برنامه‌نویس میخواد 400,000 تومان بده، صنعت داشت 1.5 بهم میداد. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ من اینجوری بودم، من پوله رو میخواستم تو جوونی. برای همین بود من وقتی دیدم 3-4 برابر یه برنامه‌نویس داشتم درآمد در می آوردم، خب راحت‌تر بودم، مجردم بودم، داشتم اشغال دنیا رو می‌کردم. تو خود خوزستانی هم می‌شناسیم، ما دنبال باباهامون هم که اون نمیدن. بعد دیگه به خاطر این بود، به خاطر پولش بود من رفتم تو صنعت، تو آیتی صنعت. اما کلا تجربه ندارم، نمیتونم بگم ایران چه جوریه، اما دوستایی که داشتن میرفتن وقتی داشتن حرف میزدن یه جور دیگه حرف میزدن تا کسایی که اینجا بام حرف میزنن. مثلا اون 2 مگابایتی که گفتی آزرو فانکشن، ببین این لیمیتا، شما وقتی انجینیکس استفاده میکنی، همتون انجینیکس استفاده کردین فکر کنم یا تو شرکتتون هست اگر دستم بهش نزده باشین. انجینیکس لیمیت داره بای دیفالت. خب و اصولا مثلا من یادم اینجا مثلا وقتی اومدم اولین چی میگن تکلی که زدم اینجا توی شرکت اولی این بود که یارو داشت 3 روز دنبال مشکلش میگشت و گفتم دنبال چی میگردی، چرا کد رو نگاه میکنی؟ گفت چیه؟ گفتم تو پروداکشن کار میکنه، تو انوایرمنت استیجینگ کار نمیکنه. برو انوایرمنت رو نگاه کن ببین تفاوت این دو تا انوایرمنت چیه. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ ببین اینجاست مثلا بچا کد نگاه نکنین همش، یا خود چی میگن زوم اوت کنید به موقعش زوم این کنید. شما کد رو حفظ میدونید، شما بدون اینکه کد رو نگاه کنید 90% کدتون رو به من میگید. خب برای 4 نفر 5 نفر توی تیمن، یکیشون میتونه با همدیگه میتونید 90% بگید آقا کد ممکنه اینجاش باشه، شاید بخواید 10 تا خط کد رو نگاه کنید بعدم میگی نه نیست دیگه، کجا داریم تو کد دوباره میگردیم. اونجا که باید یه خود زوم اوت کنی نگاه کنی اینا انوایرمنت چیه، کجا نشستی. خب امید جان ببین واقعا حرفات خیلی لذت بخشه. من سعی میکنم یه بار دیگه اگر وقت داشتی یه بار یه جلسه با هم بریم. من دوست دارم در مورد این داستانه حالا بیشتر سرورلس و اینا با هم صحبت بکنیم. منتها الان این گوگل من 1 ساعت چیزه آره 7 پیج. دقیقه آره به بچه‌ها بگو ببین کسی حرفی داره یا نه. آره بچه‌ها سوالی چیزی دارید در مورد حالا چه صحبت‌های امید، چه حالا صحبت‌هایی که در مورد این کارهای تیم و اینا گفتیم؟ اگر نکته‌ای دارید بگید در حد 2-3 دقیقه. خب فکر کنم حالا شاید توی جلسات بعدی بتونیم بیشتر بازش بکنیم قضیه رو. خیلی من میگم حالا این رکوردم
کردم، حالا میذارم توی یوتیوب و اینا بچه‌ها برن ببینن. منتها این کار تیمی خدایی سعی کنید که ببین میگم دانش همیشه دانش برنامه نویسی نیست. اینکه شما بگید من برم ته این برنامه نویسی رو در بیارم دیگه نیروی خوبی هم واقعا اینجوری نیست. سعی کنید که یه مقداری روی این موضوعات، حالا چه کار تیمی چه کلا سافت اسکیلا برید بخونید. اصلا چرا که نه، همونجوری که ما میریم در مورد برنامه‌نویسی میخونیم، کتاب میخونیم، باید در مورد این چیزها هم واقعا دانشمون رو ببریم بالا. دیگه من صحبتی ندارم چون هی نگاه میکنم به این ساعته یهو قطع نشه. دیگه امید جان شما صحبت پایانی داری؟ رزومه آخر رو بگم، بخوام نظر خودم چیز کنم، ببخشید خیلی من ایرانی‌ها رو دوست دارم، مثلا بهشون توضیح میدم. بچه‌ها زیاد اگزاجریت نکنید. چی میگن اگزاجریت؟ فارسیش چی میشه واسه بزرگسازی چه میگم؟ بزرگ نمایی. نه میگن تیرچه لاقبا نذارید. خب میگن آقا نذارید. بچه یه چی بده بگم، همیشه شما توی تیم برنامه‌نویس نیستید، همیشه با تیمیتاتون حال نمی‌کنید. برنامه‌نویسی سلیقه‌ایه. خیلی‌ها پریفرنس دارن، یعنی دوست دارن اینجوری کار کنن، این مدلی کار کنن. شما وقتی دات نت کار میکنی یا جاوا کار میکنی آبجکت اورینتد کار میکنی. وقتی میای تو مود تایپ اسکریپت و اینا، حتی دیولپرها به پا نمیدن برن آبجکت اورینتد بزنن. یعنی تو تایپ اسکریپت، تو دنیای تایپ اسکریپت من دیپندنسی اینجکشن دیگه نمیبینم. یعنی اصلا میگن نه. میگم یعنی چی؟ میگن نه. یعنی میخوام بهتون بگم چیزا مهم‌ها رو یاد بگیرید، زیاد سختی نذارید. یعنی چی میگن اگزاجریت نکنید، تیرچه لاقبا نذارید برای چیزایی که به روش‌های مختلف میشه انجام شد. من همین جوری بودم. من میگفتم تاپ 1 اتوال تو اسکیول جواب نمیده، تاپ 1 اگه میخوای چیز کنی. میفهمی چی میگم؟ اگه اگزیستنت میخوای. اما واقعا وقتی 10 تا کلم داری تاپ 1 اتوال هم جواب میده. خب پرفورمنس هم زیاد چیز نمیکنه. نانو سکند رو نگاه نکنید، بیشتر ثانیه رو نگاه کنید. میدونی چی میگم؟ متریکاتون رو عوض کنید، یه خود راحت تر کار کنید. خودتون رو خسته نکنید. چه یه جایی میرسید میبینید خودتون رو خسته کردید، پیر شدید. مثل من. حالا من پیر نیستم، من جوونم. اما کلا حواستون به خودتون و سلامتیتون باشه. کمرتون رو استراحت کنید، 24 کار نکنید. یه جایی پوزی بدید، 20 دقیقه آف بدید. مثل من کمردرد میگیرید. آره منم متاسفانه کمردرد رو گرفتم دیگه. هممون گرفتیم. حالا خوب آرتروز نگیرید دیگه. بعضی بدتر است، بستگی به فیزیکتون داره. فکر نکنید امید کمرش درد میکنه الان تو 40 سالگی ما هم حالا فوقش کمردرد خواهیم. شاید زودتر از امید یه درد خدا نکرده بدتری بگیرید. حواستون به سلامتیتون باشه. خانواده اگه دارید، زن و بچه دارید. خیلی هم عالی. آقا بسیار ممنونم ازت امید جان، خیلی لذت بردیم از توضیحات تو، تجربیاتی که گفتی. من میگم حتما باید در ارتباطم توی لینکدین بهت پیام میدم که یه جلسه دیگه داشته باشیم، چون خیلی دوست دارم. الانم که دیگه به هر حال خوزستانی هستی و ما ارادتمون بیشتر شد. فکر کنم به هر حال اون جنوبی‌ها، من خودم حالا از به هر حال دیار بختیاری و اینا هم هستم و عاشقتم دیگه خلاصه که ایشالله حالا با هم بیشتر صحبت میکنیم. قربون تو. آقا بچه ها خیلی ممنونم از همگی. میگم حالا بیشتر بچه ها فکر کنم نتونستن جوین بشم، حالا جمعه شب شاید مهمونی چیزی هستن. من رکورد کردم و بعداً میتونن ببینن. خسته نباشید، دمتون گرم. یه سعید دیگه هم داریم، عکس پروفایلش خیلی خوشگله. آره شهاب هم باید آقا من ارادتمندم. من ساعت رو اشتباه دیدم، فکر کنم 9 به وقت این وره، بعد یهو یادم افتاد 9 به وقت ایران باشه. آره آقا خیلی ارادت دارم شهاب جان. مرسی، قربونت. عزیز دلی نمتون. خدا خوبی داشته باشید. قربانت، مرسی، خدا نگهدار، خداحافظ.